واردات رو از کجا باید شروع کنیم؟ مهم نیست از کجا واردات رو میخواید انجام بدید، چین، ترکیه، اروپا یا هر جای دیگه. روند واردات یک الگوریتم مشخص داره که باید به طور دقیق دنبال بشه. اولین قدم شناسایی نیاز دقیق شماست. بعدش باید فروشنده پیدا کنید و به اصطلاح منبع یابی بکنید. بعد از پیدا کردن فروشنده ها باید با یکی یا دو تا از اونها ارتباط بگیرید و قیمت بگیرید. وقتی قیمت ها رو دریافت کردید وارد فاز عقد قرارداد میشید. بعد از اون با توجه به شرایط قرارداد پیش پرداخت رو واریز میکنید و سپس وارد پروسه تولید کالا میشید. وقتی کالا آماده شد وارد مرحله حمل و نقل میشید و پس از رسیدن کالا به گمرک ایران وارد فاز ترخیص میشید. در نهایت کالا به دست شما میرسه. اما برای انجام تمامی این مراحل نیاز به مشاور حرفه‌ای دارید. چرا؟ چون در این پروسه هم کلی هزینه باید صرف بشه و هم ممکنه در هر مرحله با مشکلاتی مثل مشکلات دریافت کالا، اعتبارسنجی شرکت، مشکلات حمل و نقل و صحت کالا روبرو بشید. اینجاست که آسان تجارت ابریشم وارد عمل میشه. ما در تمامی این مراحل مخصوصا در حمل و نقل کنار شما هستیم تا مطمئن بشید که همه چیز به درستی پیش میره و کالای شما کاملا صحیح و سالم به دست شما میرسه.